بریم که بهتون به صورت علمی توضیح بدم که چرا تغییر رنگ چارت باعث میشه من تریدر بهتری باشم. در مطالعات مختلف رنگ قرمز تداعی کننده احساس خطر، عصبی بودن و فوریت بوده و از نظر ظاهری میتونه یادآور علائم هشدار، حد ضررها و حتی پاسخهای روانی مثل ضربان قلب بالا باشه. یعنی در مفهوم روانشناسی رنگ قرمز میتونه باعث برانگیختگی احساسات بشه و باعث اضطراب و استرس به شکل‌های مختلفی بشه. مثلا در ورزش‌های رقابتی یا بیزنس هم رنگ قرمز میتونه باعث پاسخ روانی نبرد و گریز بشه که روی عملکرد و تصمیم گیری شما تاثیر منفی میذاره. و من به شخصه وقتی معامله باز میکنم و داخل ضرر میره، اگه روی چارت به کندلای قرمز نگاه کنم بیشتر بهم احساسات منفی دست میده. پس به همین خاطرم من از رنگ‌های خنثی استفاده میکنم، به این صورت که کندل صعودی میشه آبی و کندل نزولی میشه سیاه، چون بالا یا پایین رفتن قیمت مشکلی نداره، همچنین در ضرر رفتن معامله هم مشکلی نداره. پس لازم نیست که یه سیگنال قرمز در مورد ضررهای احتمالی به همون احساس بد و منفی بیشتری بده. پس بهتون پیشنهاد میکنم شما هم رنگ چارتاتون رو عوض کنید و ببینید حذف رنگ قرمز چه تغییری ایجاد میکنه و آیا باعث احساسات مثبت و بازدهی معاملاتی بهتر در شما میشه یا نه.